الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، با امید خوب جور باشین. در مورد قتل استاد متوکل باید از موضوعات را با شما بیان بکنیم که خیلی هم ضروری است و شما باید از دقیق باشین. برادران سلفی و برادران حنفی، یعنی کسانی که از لحاظ منهج فقهی میان خود اختلافاتی که دارن، خیلی هم دقیق باشین در رابطه موضوعی که ما داریم روی صحبت میکنیم. یقینا استاد شهید شد ان شاء الله تعالی و ایشان را به شهادت رساندن و خیلی هم به طور بیرحمانه ظالمانه استاد شهید شد، چنانه که چهرهش و امو قیافهش اصلا شناخته نمیشد، اصلا کسی نتونست را بشناسه و فقط از روی لباسش، از امو کارتی که در جیبش بود، از این موضوع بود که شناختن فامیلش. خب حالا استاد شهید شد و رفت، الله رحمتش بکنه. میمونه موضوع بررسی و تحقیق در این رابطه که استادا در مورد اونجا حاضر بودن و تحقیق شاید جریان داشته باشه. این موضوع را شاید اونا پیش برن در اولسوالی پغمان، در نزد اولسوال و امو هیئت رفته بودن که جنازه استاد را از امو محلی که به قتل رسیده بود آوردن و امکان داره به مدت 3-4 یا 7-8 روز بوده که به قتل رسیده و در یک جای انداخته شده و بعد از او به سبب امی بویی که از یک جسم میت بیرون میشه اینا شناسایی کردن و اینا آوردن. مگر اصل موضوع در چی است؟ از زمانی که استاد به قتل رسیده در صفحات ما میبینیم که جوانا سنگرگیری هایی میکنن که هنوز معلوم نیست، موضوع ثابت نیست. به لحاظ الله شما اول متوجه باشین برادرای عزیز، برادرای بزرگوار ما، لطفا دقیق باشین که از این آدرس ها میانتان کشیدگی ایجاد نشه، میان ما کشیدگی ایجاد نشه و باز یک بار دیگه امو به اصطلاح اختلافات فقهی سبب دشمنی ما نشه و از این آدرس منافقین خیلی هم استفاده سوء میکنن. لطفا همینطور متوجه باشین، این موضوع رو به همه برسانین که بسیار مهم است. بدون شک یک کسی که میگه که پروردگار ما الله است و به این سبب کشته میشه او شهید است. ای یقول اتقتلون رجلا، آیا کسی را شما میکشین که کسی را میکشن که ای یقول که او میگه ربی الله، پروردگار ما الله است. خب الله متعال شهادت استاد قبول بکنه و شهادت قاری صاحب عبید قبول بکنه، مگر چیزی که مهم است آبال بررسی نشده کی از جانب کی شده و امارت هم این موضوع را گفته که این از جانب ما نیست بلکه در این ارتباط ما تحقیق میکنیم. روز اول از طرف کی برده شده اونجا کشنده شده و ما خبر شدیم روز اول که استخبارات امارت اسلامی این را با خود بردن. حالا میگه که نه، این را ما نبردیم بلکه این از جانب ما نیست، این کار از جانب ما صورت نگرفته. خب به هر صورت ولی چیزی که مهم است که بعداً ان شاء الله این موضوع ثابت میشه و معلوم میشه و قاتل مظلومین ان شاء الله پنهان نمیمانه. ما بر شما اطمینان میتونم ان شاء الله. ولی چیزی که مهم است حالا باید ما خود کنترل بکنیم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما باید دنبال روی نکنیم آن چیزی که نمیدانیم، فقط گمان زنی بکنیم، از روی گمان پیش بریم. گمان زنی فعلا درست نیست. از این آدرس میتونه که دیگه دشمنای اسلام سوء استفاده بکنن، منافقین سوء استفاده بکنن، باز یک بار دیگه کشمکش میان مسلمین شود. ما حتی تقاضا میکنم از دوستایی که ما را بیننده هستن که لطفا ما شما باید کاری بکنیم که در میان اینمی مشکلاتی که حالا به اصطلاح به وجود آمده از جانب سمت شمال از طرف مردم پنشیر ما و امارت اسلامی، میان اینا یک اتحاد بندازیم که امی موضوعات اینمی قتل و قتال ها اما از موجودیت منافقین میشه که اونا در میان ما رخ نکرده و باعث از بین بردن ما میشه. خب به هر صورت من خواستم این قدر بهتون بگم تا زمانی که موضوع معلوم نشده لطفا در صفحاتتان هر چیز نشر نکنین، لطفا کینه و کدورت جانب مقابله به خود نگیرین. بابا الله قسم است اگر من میاله بفهمم، اینو باز تکرار میکنم که بفهمم قاتل استاد کیست، ما یعنی چیزی که شرع به ما یعنی اجازه میده، چیزی که شریعت به ما فرمان میده، مطابق شریعت ما را افشا میکنم، با بیان میکنم و دادخواهی میکنم. حالا هم دادخواهی استاد جریان داره و استاد را میارن به طرف
ارگ قسمی که اونجا صحبت شد، فامیلاش و اقارب و نزدیکانش و اونجا دادخواهی میکنن که اگر یعنی موضوع معلوم شود که بالاخره دست کی اینجا وجود داره در این قضیه، کی دست داره. تا به او وقت لطفا جوانای گرامی، برادران عزیز، سلفی ها، خصوصا برادرای سلفی ما و لطفا برادرای حنفی ما این موضوع را خیلی دقیق باشین، خیلی توجه بکنین که از این آدرس میانتان کشمکش پیدا نشه تا زمانی که موضوع معلوم نشه. چرا واضح نمیگویی؟ برادر ما گفت چرا واضح نمیگویی که امارات منافق است؟ چطور نمیدانی امارات اسیرش کرد بعد شهیدش کرد؟ برادر عزیز اینمی گمان است. تو من حیث الموحد، صادقی الموحد تخلص میکنی؟ آیا نمیدونی گناه یعنی گناه کبیره است؟ من نمیتونم گمان بکنم، من نمیتونم احساسات خودم بالای شریعت تطبیق بکنم. این گمان است که ما بگویم طالبای کار کرد. تا به فعلا این یک گمان است. اینا شما لطفا دقیق باشین. خود من حیث یک مسلمان، من حیث یک موحد باید از گمان نکنیم. گمان هدف ما کلا نمی است که گمان نکنیم و صبر بکنیم، صبر پیشه بکنیم تا موضوع ثابت شود، معلوم شود که این موضوع از چه قرار است. و یک گپ دیگه براتون بگویم، بیشتر تعداد از برادرها به من زنگ زدن، 2-3 نفر از برادرایی که اونا خود اماراتی معرفی کردن که ما اماراتی هستیم و واقعا به خاطر شهادت استاد دل ما به اصطلاح درد دارد. ما یک شاگرداش هستیم، یک برادر گفتک، و برادر دیگه ما که فعلا در حوزه 15 مسئول جنایی هستن، اونا گفتن که من هم یک شاگرد استاد هستم. یعنی اموراه و روش اینا را تعقیب کردیم مطابق قرآن و سنت. پس اینجا معلوم میشه که در میان اماراتی ها هم کسانی هستن که یعنی پیش استادا درس خواندن و به این خاطر به تشویش هستن. ولی تا زمانی که موضوع معلوم نشه ما نباید است چی بکنیم؟ گمان بکنیم. گمان کردن گناه کبیره است. گمان کردن باعث این میشه که در میان ما کشمکش ها ایجاد شود، اختلافات ایجاد شود و همین اختلافات سبب از همپاشی ما شود که من نمیخوایم بیشتر این موضوع شود. موفق و کامگار و پیروز باشین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.